سیتی وال میدیا را دنبال نمایید. سلامونه وخت مو په خیر د سیټي وال مینوالو ښه راغلاست. حسیب سنګزی یم. نن راغلی یم د کافروشي د کوڅې جمعه بازار ته. د کافروشي کوڅه لږ څه مخکې ده او دلته د جمعې ورځې بازار د ستر بازار ده. هر نوع الوتونکي دلته راځي او خرڅېږي، لکه کفترې، لکه کنري، لکه آدم چیرې، همداسې بېلابېل پرندگان یا الوتونکي دلته راځي خرڅېږي. د ما د څنګ کې وګورئ دلته بېلابېلې کفترې راغلي او خرڅېږي. سلام علیکم برادر، ماندن باشی. خوب هستی؟ خیراتی؟ خوب. از خودت هست؟ بله. خب چندی شده کفتر؟ ارزان است؟ قیمت است؟ هم ارزان است هم قیمت رقم. این از خانه میاری؟ از خانه بودیم. بله. خب در خانه ای رو پرورش میدی، کلان میسازی، باز میاری اینجا به فروش میرسی؟ بله. هر جمعه میای؟ هر جمعه میام. خب چطور بازار؟ خوبه دیگه، نه ما فعلا دیگه بازار خوبه دیگه، بان میشه نه نمیشه. با او کسایی که شوقی کار میکنن خوب است دیگه؟ خوب است بر کسایی که شوق داره خوب است دیگه. میگه اکسسوار تیر میشه میان دیگه. هم یک روز بازار است دیگه، روز هم نمیان. این جمعه بازار؟ آی جمعه بازار است دیگه، جمعه میان دیگه. درباره کفترایت با ما بگو، کدامش خوب کفتر است، کدامش کفتر قیمت است، کدامش ارزان است؟ کلا سفیده. خب شیرازی کلا سفید. شیرازی کلا سفید؟ بله. قیمت ازی؟ قیمت ازی 2000. 2000. ما تو کفترهای رو هم دیدیم یک بار تا 50000 رو میرسه. بله هست. خب به شوکه هست. صحیح. این چی خاصیت داره که قیمت داره؟ این از خاطر کنم کلا سفیدی دیگه، یعنی دیگه چیز نداره. خب همین دیزاینش دیگه. دیزاین بله. صحیح. بدون از این کدام کاروبار دیگه میکنی یا چه قسم مثلا کدام پرنده دیگه رو پرورش؟ تنها کفتر است. چند تا داری در خانه؟ در خانه هست 100 دانه. نام خدا. بازی راستی چقدر وقت بود چشگیری میکنه؟ حالا فعلا خود جداشون کنیم از چشگیری. خب این مربوط خودت میشه دیگه. بله. کوا یخ است که شب تا یخ میاد خانه میخره. صحیح. چند تا فروختی تا بالا؟ یک 6 تا سودا کنیم. 6 تا. بله. صحیح. فایده کردی؟ فایده خیلی. برو در کاروبارت برکت. بخیر باشی. سلامت باشی. لیدونکو ما ویل سی بیل شاین دلته خرڅیږي لکه کفترې وي. هغه ښه کفتره په 2500 افغانۍ قیمت درلود، دلته خرڅیږي. هغه کسان چې په کور کې دوته پرورش ورکړي دا لویي ستري بیا راوړي دلته خرڅي. نو ورزو به نورو کسان سره وغږیږو. دلته هغه کسان دي معمولا سه شوقي په خپل کورو کې ساتي، بیا راځي نسلګيري کوي، بیا راځي دلته خرڅي. لکه څه ګڼهګونه ډېره ده. بازار ستر بازار ده، لوی بازار ده. خوب است انشالله. دوستا کمی دورتر برین. این چی است؟ آدم چهره و سایره. آدم چهره و سایره. از خانه آوردی؟ بله. خودت نسل گیری کردی؟ نه دیگه را خریده بودم و شوقم نخورد پس مخرج. خب این شوقی کار میکنه دیگه. صحیح. چند کردی؟ چه قیمت شد چند کردی؟ ریش 1.5 و 600. کدامش 1.5 است کدامش 600؟ آدم چهره 1.5 سایره 600. این آدم چهره میگه باید جوره باشه. جوره باشه قیمت تنهایی خریده بود. خب حال تنهایی پس مفرشی؟ تنهایی پس مفرشمش دیگه شوقم نشه. صحیح. دیگه داری دیگه پرنده در خانه؟ نه دیگه نه. تنها میده تا بود؟ پس تصمیم داری دیگه هم بخری؟ دیگه اگه شد میگیرم. خب ماندن باشی لالای. خوب است انشالله. این چی هست؟ یادم چهره.
آدم چهره. این آدم چهره است؟ بله. جوری چند میه یا؟ یا جوری 300 ماه. جوری 300 دانه 1.5 بله. خب نسلگیریش خودت کردی یا چی رقم؟ خودم کردیم. خودت کردی. بله. این دیگه فایده است. بله. خب چند تا داری در خانه؟ چند تا آدم چهره دیگه داری؟ یک 9 جوره است. 9 جوره؟ نام خدا. با چی تو خوب بعدش آدم بشناسه خواندن میکنه چی رقم؟ نه اما تو خود شوقی مردم نگاه میکنم از مقبولی بیا. خواندن صحیح نه. خواندن نمیکنه یا؟ بله. کم میکنه نه؟ صحیح. خوراکش چی است باز؟ ارزان است. بدون ارزان کدام چیز دیگه نمیتیش؟ میتونی یگان چیز کوی یا هر چیز. که قوی بیاید خوبش بیاید بدون از این کدام شوق کدام پرنده دیگه هم داری یا چه قسم؟ کناری هم است. کناری او باز قیمتش چند است؟ او هم 12000 ماه. نام خدا خانه است کرد او دیگه موندی که نسل گیری کنی باز بله فروش برسی یعنی بخیر باشی سلامت باشی لوی بازار تاسو دلته وګورئ نو حتما ښه کفتره ده حتما قیمت ډیر لوړ ده سلام علیکم لالا سلام اجازه است بخیر است بخیر خیرتی است چطور کفترایت ماشاءالله والا خوب است شکر رنگ رو خوش تازه است من تازه است بله چند قیمت کردی والا هر دوش از قیمت داره برادر قیمتاش مختلف است برادر بلندترین قیمتش چند خود بود فعلا همیشه است بلندترینش 700 800 است 700 800 خب این در خانه پرورش میتی نسل گیری میکنی بله خب چند تا در خانه داری باز یک خیل است داره مکسیدانه است نام خدا این شوقت است دیگه شوق است برادر هم یک شوق است هم میشه غریبی است هم یک لقمه است برادر دیگه کاری نمونده دیگه میشه یک چیزه شکر است برادر خداوند مهربان است برادر خدا بزرگ چند تا فروختی تو باله والا 3 4 تا سودا کردیم فعلا نام خدا چند فایده که این کلش فایده است والا نه والا فایده نیست سال قدر مزه نیست سال پیسه نیست دیگه مشکل است مشکلات است نه کار داره دیگه بله دانه چی میخوره باز بدون ارزان میدونش چی میتونی ارزان میخوره بنگ دانه میخوره جواری میخوره باجره میخوره اون کفتر که خوب نگاه کنی چی میخوره این چیزا دانهش هست کدام دانه مشخص نداره که ماشونگا شاخال میخوره چوچه گیراش بسته برای چی بازون مرزن بنگ چیزاست صحیح بخیر باشی لالا ماندن باشی جور باشی خیرتیست کفترای خودت خوبش هستی از بیادر والا بیادر اردوش از خودش از قیصرش کفتر هر کدامش قیمت مختلف داره یک کفتر ما اونجا 1000 روپیه است یکیش 500 است یکیش 400 است یکیش 1100 است کفترکای داره مختلف خودت نسلگیری بیادر نسلگیری کرده در خانه چه قسم؟ این کفترهایی است که دکان هم است در دکان میبریم میفروشیم و یکی نسل در خانه چوشه میگیریم خب چوشه گیریش در خانه میگیریم چوشه گیری میگیریم در خانه بعد نام میشه بگیری که نامش چی است؟ این که سبز روشن بیخط است این میگن سبز روشن بیخط اینجا دیگه خط نداره سبز روشن سبز روشن بیخط است دور برین بیادر رو دور برین بانن که همی کفترها رو به معرفی بگیریم این که سیامینای دم سفید است سیامینای دم سفید بله بیادر این باز خودتان مشخص میسازین به خاطر نسل گیری که کدام رنگ بگیره کدام شکل و کدام جوره کنید این رنگش نه سیاس مثلا که سیاه جورش میگیم چوچه میته پاس سیاه اگه سرخ که سیاه جوره کنیم میته مشکی چوچه میته یا مشکی سینه چوچه میته تو چیزا چوچه میته در قسمت تنظیم رنگ هم خوب است دیگه خدا جان میدونه خب ما یک گد ودش میکنیم دیگه رو الله چوچه میته بخیر باشید بخیر باشید سلامت باشید بیادر و کار بارت برکت تو مو کولی سوال کوڅه به عمر سوال ته بیل بیل پرنده خرڅیږي ورزو کوڅه ته ورزو موږ نه دوستان هیله کوي چې کوڅه ته راسو سخت بیرو بار دالته
لیدونکو دا کوڅې ته راننوتو دلته نور الوتونکي لکه کناري لکه آدمچیرې وړه وړه الوتونکي دلته خرڅېږي او دلته خوراکه توکي خرڅېږي د هغه کسانو لپاره چې راځي دلته خرڅلاو کوي بېلابېل پرندگان اخلي نو دلته سلام بیادر ماندنه باشی سلام علیکم بیادر خوب هستی؟ شکر به دو. یخنی تازه میفروشی؟ بیادر مرغای وطنی است، یخنی است، دوغ است، بولونی است. دیگه نمیشه یک روز موز بیگاه میکنیم. بیشک چطور است امروز کاروبار کردی یا چی رقم؟ خدا را شکر است مگذره دیگه بیربار است کافروشی است. مردم تا وقتش میان نانم میخوره هر چیز میخوره تا وقتش. یک دوغ یخنی یک دیگ یخنی را که جور کردی ان شاء الله خلاص میشه. خداوند مهربان است که برکت بده یک تا چیکای دو تا میره. آفرین. خدا مهربان است. گپ سر اقتصاد مردم است. اگه اقتصاد مردم خوب باشه کاروبار می باشه اگه نباشه خلاص. بیادم میام شکر. هزار بار شکر خدا مهربان است. این بولانی را خودت پخته میکنی صبح وقت پخته میکنی یا کسی؟ نه این بولانی را در خانه پخته میکنن دانه 8 تا برای ما تعرفه میتن. دیدمی خدا مهربان است یک روز موزه میچلانیم. کاروبار از او خانواده میشم کاروبار. خدا را شکر است کل مردم حالا سرگردان است پریشان است. علم میگن 100 200 300 پیسه نان خدا پیدا. یا توکل بالله. شوقی پرنده هستی چه قسم؟ نه صدایش خو میشنوی؟ صدایش خو میشنوم مگم شوقیش نیست. لذت میبری است؟ چرا نمیبرم. مردم ها از پروان شمالی پنجشیر از هر جای میه به لذت کوچه. امروز جمعه بازاری. جمعه بازار است دیگه بسای سیل ساتریت. هر کی میاد دیگه بساتی. چه وقت میشه اینجا هستی راستی؟ یک و نیم سال میشه که اینجا هستم. گرمی دوغ میباشه زمستان یخنی. حالا دیگه زمستان هم شده بازم دوغ آوردی. خب مردم ها شوقی میباشه میخورن بیادرم. بخیر باشی. تشکر سلامت خیر. زنده باشی. خواگی خبری دلود لیدونکو. سلام علیکم کاکا. گپ میزنی کدوم مانده باشی؟ خوب است. خیر عزیز. چطور یخنی؟ والا خوبه بعد. تو اول برو بخو گرم است تو داغ خوب مزه میتم تو ملم سینه که میگه ملم سینه است. یخنی به نام ملم سینه در افغانستان مشهور است. همونطور است. شلغم و زردک که واقعا در فصل زمستان دیگه بیخی فایده زیاد است. کاکای ما چون از کجا آمده؟ از کجا آمدی کاکا جان؟ ما دیگه از کلولا پشت آمدیم بالا. از کلولا پشت؟ بله. میخواستی چکر کوچه رو بزنی یا پشت یخنی آمدی؟ والا اینطور یک چکر آمدیم یخنی رو دیدیم نمیشه. قسمت در اینجا؟ قسمت میشه. از این کوچه به ما بگو چی خاطره داری از این کوچه؟ سن سالت خوب ماشاءالله. والا از این کوچه دیگه استاد قند کوچه دیگه دایم نمطر بیره بار می باشه باز روزای جمعه دیگه بیخی کوچه کاپوروشی است مردم دیگه گنجشک بازا و کفتر باز گنجشک باز سایرا باز گل سرباز همه روزای جمعه نمیشه نه خرید بازار چانه. کدام روز که کدام رفیقت آمدی اینجا؟ والا زیاد آمدیم اینجا. نه خیلی شوق داری؟ دیگه یکم پرنده نگاه میکنیم. چی داری در خانه از پرنده با کدام پرنده؟ والا فعلا دیگه چیز نداریم. خب مقصد سابق پرنده داشتیم حالا دیگه ترک دادیم. حالا دیگه شوق رفته جان. خیر باشه. چی داشتی پرنده چی داشتی سابق؟ پرنده دیگه سابق می سایره بود و سایره کناری بود و اینمی چیزا. او وقت شوق و مزه میداد. دیگه شوق مزه میداد. دیگه با خمارم او وقت دیگه یگان چکر نیچه مدرایم و پس مدرایم. بیشک. خوب است. زنده دل هستی خدا همیشه همت زنده دل نگاهی. کلا ما شما را. بخیر باشی. سلامت. چیز گفتنی نداری؟ قربانتان دیگه. گفتنی اینمیست که خدا یک سال را میده به وطن دی خاک ما شما داره. که با دل جمع زندگی کنه. الهی آمین. بخیر باشی. سلامت باشی. چی حال داری؟ خوب است خیر. نام مبارک. میر پاچا. این چی میگه اینو چپه بال میگه؟ چپه پر. چند قیمت داره یا دانه 3000. دانه 3000. این خاصیتش چی است؟ خواندن خوب میکنه یا چی؟ خواندن هم داره و دیگه شوقی به خاطر چپه پریش مردم نگاه میکنن. شوقی است همون تو شوقی نگاه میکنن. من دیدم که در بین همی کناریا همی چپه پر خوب معلوم میشه. زور کناریا هم میسته دیگه. از کجا آوردی یا نه؟ یار از لوگر. این از لوگر آمدی؟
با فایده میشه و کرای رای تا میکشه. خوب است شکر هستم. چند تا فروختی تا باله؟ تا بالا 2 دانه. 2 دانه فروختی. در 2 تاش چند فایده کردی؟ 1000. او نام خدا. در 2 تا 1000. چقدر وقت میشه ایره پرورش دادی؟ پرورش یاره یک 6 ماه میشه. 6 ماه. خدای 6 ماه چقدر دانه خورده باشد؟ دانه‌ش هم دیگه حتما خوب فول اما دانه قوی برش. قوی دانه میده. چی دانه برش میدی که مت خوب بخونه؟ مسور، کتان، شلشم، گال. مس دیگه همین دانه که دواد. خودت نسل گیری میکنی راستی؟ خودی ما نسل گیری میکنیم. چند تا دیگه داری در خونه؟ در خانه یک 30 دانه هستن. نام خدا. 1-2 تا خوب ما میاری. صدقه سر. بخیر باشی. با کار بارت برکت. بخیر سلامت باشی. بخیر باشی. مانده نباشی. تو رسی خوب است ان شاء الله. من قبولتم. خودت اومدی شکر چی قسم؟ نه در آمده چکر زدیم شکر زدی و یگان تا میخری؟ نه خیلی زور ما سرزی نمیکشه که کاربار یار ما یاد داره شوقش داره پیسه نیست. بیا خدا مهربان است. بیا خدا مهربان است. همونطور رنگ رو خود تازه میسوزی دیگه کوچه تا بالا میری. اما درست. تا میده بالا میده بوسو بگری سی بگر خوب است دیگه. این صدایش آدم میشنه و واقعا تازه میشه. خوب است دیگه شوق است دیگه. بشک. خودت نداری در خانه کدام تا؟ دارم ما سایره کناری دارم. نه خود دیگه تیره تو میری. ها؟ دیگه. سایره کناری. چند تا است؟ 1-2 دانه است. 2 دانه. چه وقت میشه شوق کدی یا نگاهش میکنی؟ نه شوقش کردیم نگاهش کردیم در خانه دیگه کارا ماندیم دیگه. خب یگان چکری طرف میای یگان تو خوش تو نه امروز جمعه هر روز میایم دیگه طرف شکر میدیم. چی کاروبار میکنی باز؟ کاروبار هم دیگه کنیم کاروبار است دیگه بیکار میگرده. بیا خدا مهربان. خدا مهربان شکر است. من میگم می سایره و کناری نمی 30 تا شب مستی بیاد. می شوق است هر کس که نگاه کنه می شوق است. بشک برو با کاروبارت برکت. زنده باش خیر. چیز نمیگی؟ خدا زمزمه نمیکنی؟ چی خدمت باشه. خوش باش. سلامت باش. زوانو شوقی زوانو سدلتا وای کله کله راځم چکر وکم په دې کوڅې کې سلام علیکم کاکا. خانده باشی. زنده باشی جان جور خیر. سلامت باشی. اما تو یک کناری بسیار مقبول در این بازار من از خودت دیدم. چطور است کناری؟ خوبش است؟ خدا. اینو چاپاپر میگن. چاپاپر میگن اون یا اقسام چاپاپر هم سادام پولندی هم جرمنی هم. این کجایی است؟ این پولندی است. پولندی؟ قیمت چند است؟ قیمت زمین 2000. چند؟ 2000. تناس یا جوره شما؟ خواندن از فقط هم رنج تگل میکنه که کل غم داشته باشی. والا راست میگی می پرنده همی خاصیت داره. من در می کوچه آمدم یکی زنده شدم کدی صدا. همی رویت همی خانه همی شوقی همی رویت که زنده باشه اگر نانم نبود از مجبوری خدا راستی آوردیم استایداش میکنیم. بیا خدا مهربانه. خدا مهربانه. خوب نگاهش میکنه این سیب هم میکشن. سر کل آل اسلام خدا مهربانه. بشک. چند تا فروختی تا بالی های نمی یک تا بالی نمی پیشر آمدم تا بالی. بازی چند تصمیم داری فایده کنی؟ والا دیگر بازار است اگر 100 روپه 200 پایان هم بتن. باز دیگه کناری میگیری با خود یا چه قسم؟ والا مجبوری سوداش میکنم مگنی هم رضای نیست خدا راستی که بیارم بشخورم خودم چیز مگر مجبوری بسیار سخت. بیا تو زنده باشی دیگه کناری ها زیاد پیدا میشه. بخیر باشی. سلامت باشی. اینجا آمدی چکر یا پشت از این پرنده آمدی چه قسم؟ والا اگر خوشم آمد میگیرم اگر نه شوقش داری؟ بله. برو شکر. چطور این صدا در این کوچه وقتی میایی هم قدیمای کابل یادت میایه با این صدا؟ بله. چطور بیروبار؟ خوب است. همون تو بیروباره؟ خب پشت چی آمدی اصلا که کدام پرنده رو بخری؟ مثلا آدم چهره است کناری است؟ کناری. خب در خانه نداری کدام تا؟ دارم. خب اینا دیگه یگان تا با من توفه میدی؟ اگه آمدی جلال آباد میتونی. اینجا جلال آباد آمدی؟ بله. خب برو بخیر باشی. سلامت باشی. مزاحم نمیشم. لیدونکو دا اوس موږ د نن ورځې خبرونه است د کافروشي له کوڅې څخه د جمعه بازار
له بازار څخه مو تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا تاسو په لویو بخښونکي خدای سپارم. که غواړئ ښکلې خپرونې تاسو ته وړاندې کړو په کومنټ کې موږ ته ولیکئ چې کومه څه خپرونې تاسو خوښوئ چې هماغه خپرونې تاسو ته وړاندې کړو. تر بیا تاسو په لویو بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه. سیتیوال میدیا را دنبال نمایید.